تو هم ترس از پروژه گرفتن داری یا نمیدونی چجوری باید کاراتو شروع بکنی؟ تو این ویدیو میخوام 4 گام حل این مشکل رو برات توضیح بدم. تا آخر ویدیو همراه هم باش. حجم زیادی از پیامایی که ما دریافت می‌کنیم اینه که ما میترسیم پروژه بگیریم. چیکار باید بکنیم که پروژه بگیریم؟ اصلا پروژه نیست، چرا پروژه سمت ما نمیاد؟ و یا میگن چرا ما نمیتونیم پروژه بگیریم، به اندازه‌ای که بقیه فریلنسرها یا طراحای سایت یا بقیه متخصصا جلو چشممون دارن پروژه میگیرن و پول در میارن. 4 تا گامی که تو این ویدیو میخوام بهت بگم بهت نشون میده که چه کارهایی اونا کردن و تو نکردی که اونا پروژه میگیرن و تو نمیگیری. گام اول، پیش نیاز مهارتی و ذهنیتی. از نظر مهارتی باید در سطحی باشی که لایق پروژه گرفتن باشی. یعنی چی؟ لایق بودن یعنی مهارت در حدی باشه کارفرما، مشتری، هر اسمی که بذاریم، وقتی مهارتت و سطح مهارتت رو میبینه در همون لحظه ایمان بیاره که تو یک آدم ماهر هستی و میتونی کار اون و نیاز اون رو هم برطرف بکنی. پس پیش نیاز مهارتی خیلی مهمه. مثلا تو کار طراحی سایت اگه فقط وردپرس رو بلدی و قالب آماده میاری بالا یا نهایتا یه سری ادیت‌های کوچیک المنتوری انجام میدی، نباید توقع داشته باشی پروژه‌های خیلی زیادی بیاری. اما اگه مهارت تو ارتقا میدی، میری سراغ کدنویسی یا حتی تو همون وردپرس و بدون کدنویسی، مثلا مهارت که تو دوره جادوی وب بهتون توضیح دادیم، مهارت طراحی سایت خلاقانه، میری اونو یاد میگیری، تازه میتونی بگی مهارتت به حدی رسیده که پروژه های خوب بگیری. پس پیش نیاز مهارتی اولین گامه و خیلی مهمه. گام اول، بخش دومش میشه پیش نیاز ذهنی. باید یک ذهنیت شکست ناپذیر داشته باشی. هر جایی که رفتی جلو به در بسته خوردی، درس بگیری و بری سراغ مرحله بعدی. اگر این نکات رو رعایت نکنی، یعنی پیش نیاز مهارتی و پیش نیاز ذهنی رو مکمل هم نکنی، تو قدم اول شکست میخوری و بعدش هر کار دیگه ای بکنی واقعا مهم نیست، چون نتیجه نمیگیری. گام دوم، بعد از اینکه مطمئن شدیم پیش نیاز مهارتی و ذهنی رو داریم، حالا وقت اینه که اعلام حضور بکنیم. در جایی که کارفرما و مشتری وجود داره، فقط با حضور معمولی شما نمیتونید جلب توجه بکنید. باید رزومه داشته باشید، پورتفولیو داشته باشید. اسم گام دوم برندینگه. برندینگ یعنی چی؟ یعنی آقایون، شمایی که طراحی سایت میخواید انجام بشه براتون، این منم، این نمونه کارامه، این مهارتمه، این برند منه. بدون برندینگ خوب کارفرما نمیتونه به شما ایمان بیاره. بدون رزومه خوب کارفرما نمیتونه به مهارت شما ایمان بیاره و با اعلام حضور قوی شما میتونید توجه جلب کنید. پس برندینگ شد اعلام حضور قوی بر اساس مهارت‌ها و سابقه کار. حتما این نکته رو باید لحاظ بکنید، چون مجدد اعلام میکنم بدون گام 1 و 2 گام 3 و 4 هیچ معنی نداره. گام سوم، بازاریابی. بازاریابی الان وقتشه، نه مرحله اول نه مرحله دوم. بدون داشتن پیش نیاز و بدون داشتن یک برند خوب، بازاریابی کردن بی‌ثمرترین کاریه که میتونید انجام بدین. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی مهارت کافی نداری، وقتی برندینگ درستی انجام ندادی، قطعاً بازاریابیت هم ناموفقه و اگر بازاریابیت موفق بشه نتیجه خوبی حاصل نمیشه. 2 روش برای بازاریابی وجود داره. روش اول بازاریابی رایگانه، استفاده از پلتفرمایی که میتونی توش تولید محتوا کنی، مثل اینستاگرام، مثل لینکدین، مثل ردیت. هر جایی که بتونی نمونه کارتو بذاری، کاربر بیاد ببینه، نظر بده، باهات ارتباط بگیره و خب دیگه مشخصه که بهترینشون این اینستاگرامه که میتونید فقط با یه اتصال به اپلیکیشن بیاد نمونه کاراتون رو اونجا به حالتهای مختلف ارائه بدین و بازاریابی محتوایی بکنید. حالت دوم، بازاریابی پولیه. سایت‌هایی مثل پونیشا یا بقیه سایت‌هایی که به این صورت میتونید فریلنسری توش کار بکنید، چه داخلی چه خارجی، و تبلیغات در اینستاگرام که اینستاگرام رو از حالت رایگان خارج میکنه، ولی خب میتونید به صورت کمپینی جذب فالوور بکنید یا با پیج‌های مختلف همکاری بکنید که برندتون رو ارتقا بدین. افراد بیشتری شما رو بشناسن، افراد بیشتری بیان سمت شما و توسط اون تبلیغات پروژه‌های بیشتری بگیریم. بعد از اینکه رسیدیم به گام بازاریابی و همه گام‌ها رو درست پیاده سازی کردیم، میریم سراغ گام 4، فروش یا متقاعد سازی. اسم این گام ها BMC، برندینگ، مارکتینگ، کانوینسینگ، یعنی برندسازی، تبلیغات و متقاعد سازی. متقاعد سازی چه افرادی؟ افرادی که از بازاریابی اومدن. بازاریابی توسط چه وسیله‌ای؟ توسط برندی که ساختیم، توسط حضوری که اعلام کردیم و تونستیم به کمک اون اعلام حضور توجه افراد هدف رو جلب بکنیم. و برندی که به چه وسیله‌ای ساختیم؟ به وسیله مهارتی که داشتیم. سلسله فرمول BMC میتونه هر کسی رو تو حوزه فریلنسری
توی بحث بازاریابی و پروژه گرفتن و درآمدزایی موفق بکنه. در گام چهارم مهارتایی که نیاز داریم بلد باشیم، مهارت ارتباط با کارفرما، مهارت‌های نرم رو میتونم بگم کلا نیاز داریم. ارتباط با کارفرما یکیشونه، متقاعدسازی کلا یکیشونه، فروش و بستن مذاکرات یکیشونه، نحوه صحبت کردن با کارفرما، نحوه پیام دادن از کوچکترین اتفاقات تا بزرگترین اتفاقات مهمه که به صورت حرفه‌ای انجام بشه. برای یاد گرفتن اینجور موارد میتونید کتاب‌هایی مثل شیوه گرگ یا کتاب Sales Like Crazy که یک کتاب انگلیسی هنوز ترجمه فارسیش نیومده ولی این کتاب بی‌نظیره و میتونه خیلی کمکتون بکنه. میتونید این کتابا رو بخونید و این مهارت‌ها رو یاد بگیرید. حتما تاثیر مثبتی میذاره توی فروشتون. گام چهارم همینه. وقتی برندمون رو ساختیم، وقتی مهارتمون رو ساختیم، برندمون رو ساختیم، بازاریابی کردیم، افراد اومدن سمتمون، به وسیله گام چهارم تیر خلاص رو میزنیم و پروژه رو میبندیم. جمع‌بندی این 4 گام یا فرمول BMC میشه یک مسیر خیلی ساده اما سخت، یک مسیر خیلی روشن اما دشوار. شما میدونید باید چی کار بکنید، میدونید چه اشتباهاتی کردین، میدونید چه نیازهایی دارین و الان میدونید که چطور باید رفعش کنید و قطعا رفع و ساختن این مسیر کار آسونی نیست. اما فرمول BMC و 4 گامی که تو این ویدیو بهتون آموزش دادم 100% شما رو به نتیجه میرسونه، چون خیلی ساده است. افراد خیلی زیادی اون بیرون منتظرن که شما رو ببینن و بهتون پروژه بدن، ولی شما نیستید یا شما کمید، هنوز کافی نیستید. تو این فرمول کافی میشید، حضور پیدا میکنید، باهاشون صحبت میکنید، متقاعدشون میکنید و پروژهشون رو میگیرید و در نهایت درآمدتون رو افزایش میدید. فرمول BMC رو قول میدم هر کس به درستی و با جزئیات پیاده سازی بکنه 100% نتیجه میگیره توی هر مهارتی، ترجیحاً مهارتایی مثل مهارت طراحی سایت، SEO، کارهای گرافیکی، هر کاری که نیاز به رزومه داشته باشه، نیاز به پورتفولیو داشته باشه، نیاز به ارتباط با کارفرما داشته باشه، این فرمول براش جوابه. هر کسی این 4 تا گام رو پیاده بکنه و فرمول BMC رو به خوبی پیاده سازی بکنه 100% موفق میشه. حالا کسی اگر میخواد که بهترین مسیر رو طی بکنه، سریعترین مسیر رو طی بکنه و نیاز به مطالعه و پیدا کردن سورس و منابع‌های عجیب غریب تو جای مختلف نباشه، یه راهکار خیلی خوب دارم. آکادمی وب پرو مکس یک دوره آموزشی به شدت حرفه‌ای در این زمینه داره به نام فریلنسر کاسب. مدرسش خودم هستم، من حسین رضوانی ام. بالای 5 سال به صورت تخصصی در زمینه قرارداد بستن، مذاکره، فروش، بازاریابی دارم فعالیت میکنم و چکیده کل فعالیتام رو به صورت اختصار و اختصاصی برای دانشجویان این دوره قرار دادم که مثل یک کوچ، مثل یک منتور شما رو از ابتدای مسیر تا انتهای مسیر همراهی میکنه. ضررهایی که من کردم رو شما قرار نیست بکنید و زمانهایی که از دست دادم رو شما قرار نیست از دست بدید. همه مسیر رو به صورت بهینه‌تر، به صورت مفیدتر و موفقیت آمیزتر کنار هم طی می‌کنید. اگر تمایل داری این آموزش رو دریافت کنی، فقط کافیه به ما پیام بدی. در واتساپ به شماره تلفن 0903 160 47 45 یا در اینستاگرام دایرکت به آیدی web.promax پیام بدی و بگی فریلنسر کاسب رو میخوام. دوره فریلنسر کاسب یک دوره‌ای که مناسب شماست برای اینکه درآمدتون رو ارتقا بدین و مستقیما وارد بازار کار بشین. به صورت کاملا اجرایی، هیچ اطلاعات اضافه، تکراری، تئوری، آکادمیک اضافه‌ای بهتون نمیگیم و تمام اطلاعات کاملا کاربردی ان. توی دوره فریلنسر کاسب از پیش نیاز شروع می‌کنیم با جزئیات خیلی ریز، همونجور که فرمول BMC بود، سرفصلمون هم بر پایه همون فرموله. سرفصل اول پیش نیازه که همونجور که گفتم با ریزترین جزئیات همه مطالب رو بهتون آموزش میدیم. سرفصل دوم راجع به برندینگ صحبت می‌کنیم، تمام مواردی که توی برندینگتون باید رعایت بکنید همه چی رو بیان می‌کنیم. سرفصل سوم بازاریابیه که توی بازاریابی روش‌های رایگان و روش‌های پولی رو خدمتتون ارائه میدیم که میتونید از هر طریقی بازاریابی بکنید و اصلا نیازی نیستش که حتما پولی بازاریابی کنید. تو سرفصل چهارم هم هر چیزی راجع به مذاکره، متقاعدسازی و فروش نیاز دارین بهتون آموزش میدیم. کل این دوره بر اساس تجربیات شخصی من، تیمم و مطالعاتی که کردم، سمینارهایی که رفتم، آموزشایی که دیدم، مشورتایی که از بزرگترام گرفتم ساخته شده و من همچنان بهتون میگم فرمول BMC
تضمین شده شما رو به نتیجه میرسونه. تمامی دانشجویان دوره فریلنسر کاسب مستقیما زیر نظر خودم پشتیبانی میشن و پشتیبانی ما صرفا یه سوال و جواب نیست. هر جایی که بخواین میتونید تو مسیر ما رو همراه بکنید و چالشی که در اون مرحله دارید رو با ما به اشتراک بذارید. ما مثل یک منتور یا یک کوچ همراهتون هستیم تا بهتون مشورت بدیم و مشکلتون رو برطرف بکنیم. هر سوالی راجع به این موارد داشتین حتما داخل دایرکت واتساپ به شماره که گفتم، هر جایی که راحت بودین، حتی تو کامنت ها ازمون بپرسین و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین چون قطعا واسهشون مفیده. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. روز خوبی داشته باشین.